بسم الله الرحمن الرحیم. امروز توی این جلسه که جلسه 13 از دوره است میریم سراغ محیط دراوینگ، یعنی جلسه اول محیط دراوینگ این جلسه هستش. اما قبل از اینکه بریم سراغ محیط دراوینگ من یه لحظه سر به اسمبلی بزنم. یه نکته رو فراموش کردم عرض کنم خدمتتون، اون رو بگم و بعدش بریم سراغ دراوینگ. یه نکته در 1-2 دقیقه. یه اسمبلی باز کنم من بذارم اینجا. خب ببینید دوستان، توی اسمبلی یه چیزی هست به اسم ساب اسمبلی، گزینه هست به اسم ساب اسمبلی. این ساب اسمبلی چه کار میکنه واسه ما؟ حالا واسه مثلا این اسمبلی نیاز نیست، اینو واسه نمونه آوردم. خب ولی یه سری اسمبلی ها هستن که خیلی مثلا پیچیدن و قطعات زیادی دارن و اینا. واسه اینجور اسمبلی ها مثلا میایم چند تا از قطعات رو قرار روی هم قرار بگیرن جدا اسمبل میکنیم، بعد به شکل ساب اسمبلی در میاریم. خب حالا ساب اسمبلی چطوره؟ اول من اینو غیر فعالش کنم، موو، اوکی. الان این اسمبلی منه. خب میام همه اون پارت هایی که وجود داره رو میزنم، انتخاب میکنم، بعد کلیک راست میکنم، فرم نیو ساب اسمبلی، این رو میزنم. عذر میخوام. الان یک ساب اسمبلی برای من ایجاد شد که زیر مجموعش همون میتا و همون پارت ها هستن. حالا اگه این رو بزنم، مثلا گزینه پایینیش رو بزنم، ببینید گزینه پایین رو بزنم از حالت ساب اسمبلی در میاد. حالا من چون یک بار این کارو کردم دیگه واسه من اون پنجره باز نشد، ولی اگه براتون باز شد موو رو بزنین. بعد حالا این ساب اسمبلی چه کار میکنه؟ گفتم وقتی خیلی اسمبلی شلوغ باشه چند تا از قطعات رو ما میایم اسمبل میکنیم، یک ساب اسمبلی ایجاد میکنیم، بعد توی اون اسمبل اصلی به جای اینکه حالا بیایم دونه دونه اون قطعات رو بیاریم، این ساب اسمبلی رو در واقع وارد میکنیم، میاریم داخل کار. پس این کاربرد ساب اسمبلیه. حالا ما خارج میشیم میریم سراغ عذر میخوام یه خورده جدیدن زیاد سرفه میکنم، خیلی گرفته و تحت تاثیر چیز خاصی نیست. این سرفه های وقت فکر بد نکنین، یه سرفه قدیمی بوده مونده، حالا دوباره یه خورده اذیت میکنه. میریم سراغ محیط دراوینگ. اما محیط دراوینگ اصلا به چه کار ما میاد؟ محیط دراوینگ محیطی که ما قراره داخلش نقشه های اون در واقع قطعاتمون رو تهیه کنیم، در واقع ایجاد نما کنیم، نقشه تهیه کنیم. اما خب به چه دردمون میخوره این قضیه؟ نقشه واسه چیه؟ یه جمله آره کلیشه‌ای هست ولی خب خیلی هم درسته که همیشه میگن چی؟ نقشه زبان صنعته. یعنی به هر حال توی کارگاه‌های کوچیک و بزرگ، توی شرکت‌ها، هر جا که برین شما به نقشه نیاز خواهید داشت برای تولید یک قطعه، مگه اینکه قرار باشه حالا یک قطعه نوآورانه‌ای باشه، تازه زده بشه، بازم اونم یه جور نقشه کشی لازم داره و بعد از اون نقشه تهیه میکنن که از سری بعد از روی نقشه ها بزنن اون قطعه رو. پس نقشه همیشه نیازه. فکر کنم تا آخر این ویدیو باید این سرفه رو تحمل کنین، معذرت میخوام واقعا. نقشه همیشه نیازه. و حالا میریم سراغ در واقع محیط نقشه کشیمون. ببینید ما واسه محیط نقشه کشی یه شیت داریم، یه برگه داریم که میشه محیط کاری ما که نقشه ها رو اونجا اجرا میکنیم. وقتی که محیط دراوینگ باز میشه با یک همچین پنجره روبرو میشین که توی استاندارد ایزو هستن این فرمت ها و A0 A1 A2 A3 A4. ببینید اینجا تغییر میکنه شکل و به این شکل. حالا اگه نخواهیم از اینا برگه های، مثلا ما الان آسر که معمولا توی A3 کار میکنیم باز کنیم، خب اینو باز کنیم، ببینید به این شکل این شیت ما هست، برگه ما هستش. خب حالا من خارج بشم دوباره بیام خارج میشم دوباره میام. حالا ما شاید اینا رو نخواهیم، بخوایم از یه چیز دیگه استفاده کنیم. اول که اگه این تیک اینجا رو بردارید only show standard formats، یه سری شیت های دیگه هم که مال خود سالید هستش رو به شما نشون میده. مثلا باز کنیم ببینید به این شکل، این مثلا یه شیت دیگه است. دوباره وارد میشیم. حالا ما اینو میزنیم. یه راه دیگه هم داره، این رو که بزنیم خود به خود اون پوشه‌ای که شیت های پیش‌ورد سالید توش باز هستن واسه ما بالا میاد، میتونیم هر کدوم از اینا رو انتخاب کنیم که حالا ما کار نداریم با این فعلا. و در نهایت گزینم اینجا از کاستوم شیت سایز.
اینو که بزنیم دیگه میتونیم ابعاد و اندازه اون شیت رو خودمون وارد کنیم و بدون جدول هم واسه ما وارد میشه. همچین چیزی در واقع برای ما ایجاد میشه. پس چی شد در واقع همون استاندارد ایزو، کاستوم سایز و آنلیش و استاندارد فرمت، یا اینکه نه چیز دیگر هم نشون بده. پس این بحث انتخاب شیت هستش. اما فرض کنید ما شیتی خودمون ذخیره کردیم. این قابلیت وجود داره که ما یک شیتی رو خودمون ایجاد کنیم و ذخیره‌اش کنیم. اون از کجا بیاریم؟ حالا بهتون میگم چطور. این گزینه رو میزنیم، میریم توی اون در واقع مسیری که شیت ذخیره شده. الان مثلا من این رو ذخیره کردم از قبل، اوکی رو میزنم. ببینید حالا احتمالاً توی نقشه‌ای که توی کانال تلگرام گذاشتم این رو دیدین. این شیتی که من مثلا واسه این دوره ذخیره کردم، خب، و از این استفاده میکنم. پس این شیت کاستوم هستش، من این خودم به وجود آوردم. اما چطور این به وجود اومده؟ حالا من این رو ببندم، فعلا کار با این نداریم، فقط سر و کارمون با شیت هستش. بعد حالا میریم سراغ بقیه کارا. ببینید اینجا این گزینه شیت 1 هست. این رو که بزنیم کلیک راست کنیم، ادیت شیت فرمت. ادیت رو که بزنیم ببینید اینا غیر فعال شدن چون روی ادیت شیت فرمتیم. و وقتی هم که روی ادیت شیت فرمت باشیم اونا غیر فعالن و کلیک راست هم کنیم اینجا ادیت شیت میاد، ادیت شیت فرمت نمیاد. این تا اینجای کار. ادیت شیت فرمت که بزنیم ما این خطوط رو میتونیم جابجا کنیم، ببریم این ور، نوشته ها رو بیاریم اینجا، اینو ببریم اونجا. حالا نیومد یه لحظه، حالا میاد، حالا باید ببریمش. و هر چیزی که بخواید اصلا میتونید پاک کنید اینا رو. ببینید دلیت بزنید، یس تو آل. بعد خلاصه هر بلایی که بخواید میتونید سرش بیارید. من کنترل زد بزنم، حالا برگردن و اینجا میاین توی محیط اسکچش که همون مثل محیط اسکچ پارت و اسمبلی میمونه، ابزار لاین رو انتخاب میکنین و اون جدولی که خودتون میخواین رو میکشین. حالا هر چیزی که میخواین، هر جوری که میخواین اون جدول رو میکشین و در واقع این جدولی که اینجا باید باشه به وجود میارین، کادری که میخواین رو میکشین. و حالا این جدول به چه دردی میخوره؟ توی جدول یه سری اطلاعات از نقشه به ما داده میشه. خب حالا بستگی داره اطلاعات چقدر اطلاعات نیاز ماست. واسه مثلا این کار ما مثلا من اسمم رو گذاشتم، اسم حالا پیج و کانال رو گذاشتم، اون در واقع پروفایل رو گذاشتم، اون چی بهش میگن آرم رو گذاشتم، متریال اگه نیاز باشه می‌نویسم، واحدش رو سانتی متر یا میلی متر نقشه، اسکیل نقشه که بهتون میگم چیه و اسم اون قطعه. اینا نیاز ما بوده اینجا. شما میتونید هر چیزی که نیاز بوده رو اینجا واسه خودتون کاستوم جدول بذارید و اونو قرار بدید توش. پس اینم از بحث کاستومایز کردن نقشه. فقط باید توجه کنین که توی محیط اسکچ نقشه کشی واقعا اذیت میشین. یعنی یه موقعی مثلا میخواین یه فاصله میدیم، این خط تا اینقدر باشه، به جای اینکه اینو ببره اونور اونو میاره اینور، نمیدونم کوینسیدنت میدید یه چیز قاطی میشه، خیلی اذیت میکنه. بعد هی باش سر کله بزنین تا درست بشه، یه خورده اذیت کننده است. من اینا رو پاک کنم. حالا فرض کنیم ما این شیت رو کاستوم کردیم. خب حالا من از این ادیت شیت فرمت خارج بشم، اینو میزنم خارج میشه. ببینید اینا واسه من فعال شدن. الان توی محیط نقشه کشیم میخوایم اون شیت رو ذخیره کنیم. چه کار میکنیم؟ فایل سیو از رو نمیزنیم، سیو شیت فرمت رو میزنیم. اون مسیری که میخوایم رو بهش میدیم، اون اسمی هم که میخوایم بهش میدیم و با همین فرمت که همین یه دونه هم هست ذخیرهش میکنیم. و بعد از اون همونطوری که اول ویدیو بهتون گفتم میتونید در کارهای آیندهتون از اون استفاده کنید. حالا من کنسل رو بزنم، باز هم میام توی ادیت شیت فرمت. ببینید شما اگه روی این کلیک کنید، کلیک راست کنید، اد شیت رو بزنید، یک صفحه جدید واسه شما باز میشه، یک برگه جدید. هر چقدر که اینو بزنید یک برگه جدید باز میشه، اینجا هم بهتون نشون داده میشه. خب من این چیزی هم فراموش کردم بگم. از این پایین مثلا شما این رو که بزنید، این خط رو میخواین بزنین، این خط رو، حالا یه لحظه بیام توی شیت یک، این خط رو میزنیم. خب اینجا میتونیم رنگش رو عوض کنیم. ببینید مثلا سبز. حالا قاعدتا باید انجام بشه ولی الان انجام نمیشه، میخواد منو ضایع کنه. حالا شما خیلی چیز نکنین، این
عادت داره به این قضیه، ولی شاید به خاطر اینکه من این شیت رو مثلا خودم کاستوم کردم و ذخیره کردم چیز نمیشه. ولی الان اگه مثلا من خارج بشم از اینجا دوباره بیام، اگه با یکی از شیت های خود پیش‌فرضش وارد بشم، اینم بزنم ادیت شیت فرمت، مثلا این رو بگیرم و رنگش رو ببینید رنگش تغییر کرد. خب این از این و رنگ رو میتونید تغییر بدین. همچنین اندازه رو ببینید، این اندازه است، میتونید اندازه رو هم تغییر بدین. ببینید تغییر کرد، دوباره برش میگردونم سر همون اندازه خودش 35 میلیمتر. و این هم نوع خط هستش که اینجا انواع اقسام خط رو حالا بستگی به استفاده‌ای که داریم میتونیم در واقع قرار بدیم واسه همه خط هامون. پس این هم فراموش نکنین. حالا بحث اد شیت بود. اد شیت رو که بزنیم برگه جدید میاد، باز هم که بزنیم بازم برگه جدید میاد و اینجا هم نمایان میشن. حالا ببینید شما اگه یکی از این شیت ها رو در واقع، حالا فهمیدم چرا اون تغییر نمیکرد، چون اومده بودیم توی محیط نقشه کشی باید ادیت شیت فرمت رو میزدم که اون قبلی هم تغییر کنه که ضایع نکنه. این گزینه رو هم بگم اینطوری واسه شما جدول بندی میکنه که حالا نیازی هم نیست، استفاده‌ای نداره معمولا. حالا ادیت شیت فرمت رو میزنیم. خب این رو میزنیم. ببینید شما شاید بخواید مثلا این شیت سومتون مثل اینا نباشه، مثل قبلی‌ها نباشه. خب شیت سوم از یک فرمت دیگه پیروی کنه. پراپرتایز رو میزنید روی این و میایید مثلا یکی از اینا رو انتخاب میکنید یا همون چیزی که کاستوم داشتید رو انتخاب میکنید. اپلای رو میزنید. ببینید الان شیت 3 واسه من تغییر کرد، در حالی که شیت 2 همونه، شیت 1 همونه. پس میشه از اینجا هم تغییرشون داد. این بحث کامل در واقع شیت ما و محیط کاری ما تا همینجا کافیه. میریم سراغ در واقع، حالا من این رو هم پراپرتایز بزنم و همون شیت خودمون رو بیارم اینجا. اوکی اپلای. این از این و شیت 2 رو 3 رو هم در واقع دیلیت کنم. یه لحظه ببینم خارج بشیم. دیلیت. اوکی. حالا این شیت ما هستش. میریم سراغ در واقع ادامه کارمون که بحث نماگیری از نقشه هستش. اون پنجره بود که باز میشد. الان اگه مدل ویو رو بزنیم، مدل ویو باز واسه ما باز میشه. این گزینه رو میزنیم، میریم و بذارید یه قطعه بیارم که حالا به چشمتون هم آشنا باشه. این قطعه یا نه مثلا این قطعه انتخاب میکنیم، میام کلیک میکنیم. ببینید یک نما به ما، این نمای روبرو میشه. اولین کلیکی که شما میکنید نمای فرانت میشه. نمای فرانت چی هستش؟ حالا واسه افرادی که نمیدونن، بچه‌ای که نقشه کشی خوندن، خب مثلا حالا توی رشته مکانیک هست، توی بقیه رشته‌ها فکر می‌کنم چند تا از مهندسی‌ها باشه. نقشه کشی صنعتی 1 واسه نقشه ها شما مثلا یه لحظه من اینم نمای بالا، نمای راست، نمای ایزومتریک اوکی رو بزنم، اینم بیارم اینطور. خب این قطعه ماست. خب فرانت یعنی چی؟ اگه فرض کنیم اینجا میشه روبروش، این نما زمانی که ما مستقیم از این ور داریم بهش نگاه میکنیم، عمود از این ور، این میشه نمای فرانتش. حالا فکر کنید از بالا داریم به این قطعه نگاه میکنیم، زاویه دید عمود از بالا، یک همچین چیزی میبینیم. اگه از راست نگاش کنیم یک همچین چیز، این میشه در واقع نماهای ما، نمای فرانت، نمای تاپ، نمای رایت، لفت و حالا نمای پشت رو هم داریم، نمای زیر رو هم داریم. خب اما معمولا از این سه تا نما استفاده میشه. نیاز باشه یه سکشن ویو میاریم میزنیم، یه نمای سکشن خورده میذاریم واسه کمک بهمون. نیاز باشه نمای چپ، زیر، حالا هر جایی که لازم باشه، ولی معمولا بیسش این سه تاست. خب و به این شکلی که فرانت این روبرو قرار میگیره، تاپ بالا، و حالا توی درس مثلا نقشه کشی 1 این رایت میره این بالا سمت راست، ولی اینجا پایین سمت راست میذاریم و به این شکل کارمون رو انجام میدیم. نمای ایزومتریک رو هم میذاریم اینجا. اما من کنترل زد بزنم برگرده کلا، باز هم بریم سراغ مدل ویو، دوباره وارد میکنیم و پس کلیک اول شد فرانت ویو و بعد از اون ببینید بقیه نماها با رفرنس از فرانت ویو ایجاد میشن. یعنی الان شما موضوع ببری بالا، تاپ ویو بهت میده.
موس رو ببری راست رایت ویو، چپ لفت ویو و به همین شکل. اینجا هم که ایزومتریک میده، اینوری هم بهتون میده، اینوری هم بهتون میده و اینوری هم بهتون ایزومتریک رو میده. حالا اوکی رو میزنیم. پس این تا اینجای کار ما فهمیدیم که بقیه نماها از فرانت رفرنس میگیرن. حالا مثلا ما بیام اینا رو همه پاک کنیم. حالا اگه پاک بشن انتخاب میکنیم. اول اینم بگم وقتی موس میره روی هر کدوم دورش نارنجی میشه، یعنی الان شما توی اون ناحیه هستید، ناحیه اون ویو، کلیک کنید آبی میشه، میتونید یه سری تغییرات اینجا به وجود بیارید. من کنترل میگیرم، یکی یکی انتخاب میکنم که پاک بشن اینا. delete yes to all. باز هم مدل ویو رو میزنم، باز هم همون قطعه رو وارد میکنم. حالا کلیک اول فرانت ویو بود، اوکی رو میزنم. خب میام کلیک میکنم روش، ببینید اینجا این فرانت، تاپ، رایت، لفت، این پشت میشه، این زیر میشه، اینم که ایزومتریک. اگه موسم نگه دارید خودش مینویسه. ببینید فرانت، میگم میخوام این قطعه الان این نما فرانت هم نباشه، این بشه نمای مثلا بالای من. خب یعنی نمای بالا رو به من نشون بده. اینجا برای شما نمای بالا رو نشون میده، ولی دیگه شما اون به عنوان فرانت استفاده میکنید. خب الان ببین این شد فرانت شما. گرفتید چی شد؟ الان ببینید یه لحظه اگه اینو فرانت بزنیم میگیم اینجا به ما فرانت رو بده، به ما رایت رو بده، به ما بالا رو بده. هر کدوم رو که بزنید اون میشه رفرنس شما. خب و حالا اینجا مثلا مینویسه تاپ، ولی شما میتونید تاپ رو انتخاب کنید که اینو بهتون نشون بده، ولی بعد دیگه این بشه در واقع در اصل فرانت ویو شما، بشه رفرنس شما. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا حالا اینم بگم خدمتتون که اگه الان مثلا بخوایم دوباره قطعه وارد کنیم که از مدل ویو استفاده میکنیم، حالا بخوایم از همین نمای رفرنس بگیریم چه کار میکنیم؟ میایم از پراجکت ویو استفاده میکنیم، میزنیم و از این ببینید رفرنس میگیره واسه ما. این دیگه شد اون فرانت ما، در واقع نوشته تاپ ولی در واقع فرانت ما این هستش دیگه. از این داریم رفرنس میگیریم. اوکی من اینا رو پاک کنم، حالا پاک بشه yes to all. اینم پاک کنم، کلیک راست، دوباره میریم وارد میکنیم. پس مدل ویو این قطعه رو که وارد کنیم میتونیم همینجا انتخاب کنیم. همین اول بگیم آقا تاپ رو وارد کن، رایت، هر کدومی که وارد کنیم اون میشه رفرنسمون و در واقع ما اون دیگه در نظر میگیریم نمای فرانت. پس نمای فرانت نمای اصلی ماست که حالا هر کدوم رو از اینا هم که بزنیم از یه زاویه دیگه بهمون نشون میده، ولی ما فرانت در نظرش میگیریم. پس اینم از این ایزومتریک هم بذاریم. این تا اینجای کار. و گفتم که اگه بخوایم دوباره نماگیری کنیم پراجکت ویو رو میزنیم. پراجکت ویو از این نما بگیر واسه ما. ببینید به این شکل دوباره نماگیری انجام میشه. اسکیپ رو بزنم، این دوتا رو پاک کنم، دیلیت. حالا ببینید بچه‌ها روی فرانت ویو که همون در واقع رفرنس ما هست کلیک میکنیم. اگه این رو مثلا روی این گزینه بزنیم همه اینطور میشن، روی این گزینه همه اینطور میشن، روی این گزینه همه اینطور میشن، روی این گزینه همه، و این گزینه که گزینه‌ای که در واقع خطوط ندید رو هم به ما نشون میده. ببینید خطوط ندید رو هم به ما نشون میده. خطوط ندید هم توی بحث نقشه کشی گفته شده چه خطوطی هستن، که یه سری صفحاتی هستن که مثلا ما اگه از این روبرو نگاه کنیم این حفره ها رو که نمیبینیم که وجود دارن، در حالی که اینجا تو نمای تاپ میبینیم، اینجا تو ایزومتریک میبینیم. ولی وقتی خطوط ندید رو بزنیم به صورت ندید به ما نشون داده میشه یک حفره اینجاست با یک رزوه‌ای. خب به این شکل. حالا این بحثش میره توی نقشه کشی. پس این خطوط ندیدی که حالا گاهی لازممون میشه. پس اگه فرانت رو بزنیم، ببینید فرانت رو که بزنیم هر چیزی که روش اعمال کنیم روی بقیه هم اعمال میشه. اما حالا ما فرانت رو زدیم مثلا این باشه، خب همه تغییر کردن. میتونیم بریم خود اونا رو بعدش دونه بدونه تغییر بدیم، بگیم شما اینطور بشو، ایزومتریک رو معمولا اینطور میکنیم و مثلا تو هم اینطور. پس فرانت رو بزنین همه تغییر میکنن و بعد میتونین همه رو خودشون تک به تک جدا جدا در واقع این کار رو روشون انجام بدین. اینم از این. حالا دوباره کلیک میکنیم، کنترل میگیریم، همه رو انتخاب میکنیم نماهامون رو و اینجا کار با بقیه گزینه‌ها نداشته باشین. این گزینه پراجکتد یا گزینه ترو رو حتما یادتون نره که انتخاب کنین توی هر نقشه کشی که در واقع نماگیری و
اندازه گذاری که داشتین انجام میدادین چرا. حالا من روی پراجکت میذارم فعلا. ببینید قسمت انوتیشن میتونیم دایمنشن گذاری کنیم در واقع. خب این خط رو اگه مثلا ما اندازش رو بزنیم چقدره؟ 163. این خط کسری معنی ممیز میده، ممیز 29. حالا اسکیپ انتخاب میکنیم، روی ترو میذاریم، دوباره دایمنشن. یه لحظه اشتباه شد، دوباره دایمنشن. ببینید 200 اندازه واقعی این 200 است. روی پراجکت که باشه چیز یه جوری دیگه نشون میده، بعد روی ترو باشه که درست نشون بده. خب پس حتما همه رو روی ترو بذارید. یه موقعی میبینید اشتباه میشه اینجور جایی که مثلا یه همچین نمایی دارید و همچین خطی دارید، همه رو کنترل میگیرید، انتخاب میکنید، روی ترو قرار میدید. چقدر تند حرف زدم اینجا. پس اینم تا اینجای کار. حالا بریم سراغش ببینم چیز دیگه اینجا هست. نه اینا رو گفتم، اینا رو هم گفتم. آها اسکیل. ببینید اینجا اسکیل در واقع کار ما رو زده، میتونیم از اینجا تغییر بدیم، مثلا 1/5. ببینید کوچیک شد 1. حالا اسکیل یعنی چی؟ واسه بچه‌ای که نمیدونن، افرادی که نمیدونن، اسکیل اگه 1/1 باشه مثلا این اندازه واقعی اون قطعه ماست 1/1. خب همون چیزی که هست رو نشون میده. الان دایمنشن میذاریم 200. ببینید اسکیپ رو بزنم. حالا اگه بیاد 1/2 بشه چی؟ میاد تصویر اون رو، خب تصویر اون رو 1/2 میکنه، نصفش میکنه. اگه 1/5 باشه چی؟ 1/5 میکنه دیگه، 1/1 نیست. ببینید به این شکل. حالا اگه مثلا 2/1 بود چی؟ 2 برابرش میکنه. اما این به این معنا الان روی 1/1 که بود این 200 بود دیگه. به این معنا نیست که اگه اسکیل رو تغییر دادیم قراره یک اندازه متفاوت به ما نشون بده. فقط واسه اینکه توی نقشه جا بشه در ظاهر اینا رو کوچیک میکنه، ولی اندازه گذاری که کنین ببینید همون 200 رو به شما نشون میده. خب همون 200 رو به شما نشون میده. پس اسکیل بحث فقط اندازه ظاهریش توی نقشه است، وگرنه اندازه گذاری درست قرار میگیره. پس اینم تا اینجای کار. حالا این اسکیله. من اسکیپ رو بزنم که از حالت انتخاب در بیاد. یکی از نماها رو انتخاب میکنم، اصلا این رو انتخاب میکنم. اسکیلش رو میتونم به صورت کاستوم هم، البته اول فرانت رو انتخاب کنم که یه رفرنسمونه. به صورت کاستوم اینجا ببینید اسکیل یوز شیت اسکیل که میشه 1/2 یا نه یوز کاستوم اسکیل. مثلا من میگم این 1/1 بشه، کلیک میکنم پاک میکنم 1/1. ببینید فرانت رو که تغییر دادم همه تغییر کردن و 1/1 شدن. حالا من میخوام فقط فرانت 1/1 باشه، میخوام بقیه مثلا مثل فرانت نباشن، کلیک میکنم روش، یا همون یوز کاستوم اسکیل مثلا کاستومش مثلا میگم این 1/3 باشه. ببینید تغییر کرد. اینم میام مثلا میگم باز یوز کاستوم اسکیل، نه مثلا یوز شیت اسکیل 1/2 میشه. ببینید پس اینم بحث اسکیل دهی هستش، اسکیل دهی هستش. ببینم چیزی موند اینجا که بگم نه، همین چیزای مهمش همینان. پس اینم تا اینجای کار. ما شیت رو گفتیم، جزئیات کاملش رو و کاستومایز کردنش رو. و اینم بگم این یه نکته از شیت یادم رفت، ادیت شیت فرمت. واسه کاستوم کردن شما از نوت هم در واقع میتونید استفاده کنید. همین این نوشته‌ای که اینجا می‌بینید من از نوت استفاده کردم. نوت رو که میزنین کلیک میکنین، خب فونتش رو میتونین تغییر بدین مثلا و سایز فونتش رو. مثلا از این فونت استفاده کردم و اینجا هم حالا مثلا راست چین باشه، وسط چین باشه، چپ چین باشه و حالا گزینه‌های دیگه که اینجا وجود داره و میتونید استفاده کنین. و در نهایت هم متنتون رو اینجا، حالا یه لحظه من اشتباه شد دوباره نوت رو بزنم. متنتون هم حالا مثلا من فونت رو انتخاب کنم اول، این از فونت، این سایزش، متنتون هم اینجا وارد میکنید مثلا فرهاد. حالا دوباره میگیرمش به این شکل، دبل کلیک کنم بزرگتر بشه مثلا 3648 به این شکل و بعد این زبدر رو میزنید به این شکل. حالا اگه کلیک کنید دوباره این واسهتون ظاهر میشه. خب اسکیپ رو بزنید به این شکل و بعدش هم اسکیپ رو دوباره میزنید و میتونیم اینو جابجا کنیم. مثلا بیاریم اینجا، حالا تو پارت نیم قطعا فرهاد نمیشه ولی به هر حال دلیت رو می‌ذاریم حذف میشه. پس نوت هم میشه استفاده کرد و هر متنی که بخوایم میتونیم هر جای صفحه‌مون بنویسیم. خارج بشیم از این قسمت. حالا
پس بحث شیت رو گفتیم کامل، بحث نماگیری رو هم بهتون گفتیم تا یه حدی هم کامل نشده، بحث این نوار ابزاری که اینجا باز میشه جورایی، این پنجره که اینجا باز میشه هم کامل توضیح دادیم. حالا بیایم اینا رو پاک کنیم، اینا رو کلا پاک کنیم. یه سوال، حالا توی همین ببینید استاندارد ریویو اینو که بزنید، برید قطعه رو وارد کنید، خود به خود اون سه تا نمای اصلی رو به شما میده. ببینید استاندارد ریویو اون سه تا نمای اصلی رو به شما میده. پس اینم این گزینه. حالا یه چیز دیگه هم که باید خدمتتون عرض کنم، ببینید توی نقشه کشی قاعدتاً مثلا نقشه که شما حالا چه دستی میکشید چه با نرم افزار، اون نمای رفرنستون که فرانته، اون نمای تاپ هم ببینید دقیقاً توی همین راستا قرار میگیره، توی همین راستا. شما الان این اگه با یک خط صاف مستقیم وصل کنین میرسه به این بالا. ببینید دقیقاً، حالا من درست اون نقطه رو انتخاب نکردم، اگر همون 90 درجه باید برسه به این بالا. خب و این هم توی این زاویه دقیقاً قرار میگیره به این شکل. و ببینید با زاویه 0 درجه میرسه به اینجا. این هم از اینجا مثلا از این بالا با زاویه 0 دقیقاً میرسه به اینجا. پس ببینید توی یه راستان اینا. خب پس اینو مثلا اگه شما چپ و راست ببرید، این نمای تاپ هم باش چپ و راست میشه. بالا و پایین ببرید نمای رایت باش یعنی توی همون راستا میمونه. اما فرض کنید میخواید یکی از نماها رو جداگونه در واقع جابجا کنید، کلیک راست میکنید، این گزینه رو در واقع میایید روش، بریک رو میزنید. الان این دیگه آزادانه هر جایی که بخواد ببینید میتونه بره و دیگه کاری با اینا نداره. حالا دوباره کلیک راست میکنید، دوباره همون گزینه و دیفالت رو میزنید، دوباره میاد سر جاش قرار میگیره، دوباره با همون نمای فرانت حرکت میکنه. پس اینم از بحث در واقع حرکت نماها که اگه خواستید جداگانه حرکتشون بدید و یه وقتی مثلا نیازه که این مثلا اینجا نباشه، نقشه جا نداره، میبریمش اینجا مثلا، به این شکل انجام میشه. اینم تا اینجای کار. دیگه چیا رو باید بگیم؟ مدل ویو، پروژکت ویو، استاندارد تری ویو و حالا سکشن ویو. ببینید سکشن ویو رو که بزنیم یک زمانایی لازم ما در واقع یک نمای برش بزنیم، یه سری جزئیات توی برش دیده میشه. خب میام کلیک میکنیم میگیم اینجا برش رو واسه ما بزن. خب حالا این طرق مختلفشه، حالتهای مختلفش ما فعلا کار نداریم. اوکی رو میزنیم. ببینید الان اینو اینجا کلیک میکنیم، این از این ور این وسط برش زده، از این ور داره بهش نگاه میکنه که این اون چیزی که میبینه. این هاشورایی هم که اینجا خورده اون قسمت توپره، اینجایی که خالیه اینجاست که مثلا چیزی برش نخورده، خالی بوده، حفره بوده. این هاشور خورده جایی که توپر به برش خورده. حالا اینجا میتونیم اسم، حالا فعلا کار نداریم اینو خارجشم. اگه کلیک کنیم روش دوباره روی همین سکشنمون، ببینید اینجا میتونیم اسم رو تغییر بدیم، سکشن B، سکشن A به این صورت. و فلیپ دیرکشن رو میتونیم بزنیم. حالا اینجا خیلی فرقی نمیکنه ولی الان مثلا از این ور نگاه میکنه، اینو بزنیم از این ور بهش نگاه میکنه. و اینم که در واقع همون حالت ها رو داره، اسکیل رو داره، ترور همون چیزا رو داره. خب پس این از بحث در واقع سکشن ویو. اینم نمای برشمونه که حالا مثلا دوباره سکشن ویو رو میزنیم، میخوام اینجا رو برش بزنیم، از این وسط این حالت رو مثلا انتخاب میکنیم، اینم تا اینجا و اینم اینجا میزنیم. خب اوکی رو میزنیم. ببینید که برش متفاوت به ما میده که حالا اینا جاهای مختلف کاربرد دارن، حالتهای مختلف برش هستش. پس اینم سکشن ویو. ما مدل ویو رو گفتیم، پروژکت ویو، سکشن ویو، استاندارد تری ویو و یه چیز دیگه هم که الان تو این قسمت مهمه دیتیل ویو هستش. دیتیل ویو چیه؟ کلیک کنیم، یه زمانی هست مثلا یک قسمتی از نقشه خیلی ریزه یا نقشه خیلی شلوغه، ما یک جزئیات ریزی رو می‌خوایم نشون بدیم ولی اون تو همون مثلا نمای اصلی نمیشه. میایم مثلا می‌خوایم این قسمت رو کلیک می‌کنیم، ببینید به این شکل دایره وار. یک کلیک دیگه هم می‌کنیم، این قسمت رو که ما دورش دایره کشیدیم دقیقاً برای ما جدا می‌کنه، میاره اینجا مثلا هر جایی که بخوایم میذاره. مثلا ببینید دیتیل C اسکیل 1 به 1 که میتونید حالا اینا رو هم تغییر بدید، هم اسم رو تغییر بدید مثل همون سکشن، هم اسکیل رو تغییر بدید، دست خودتونه. و گزینه‌هایی که داره مثلا اینجا من خودم معمولا
از این استفاده میکنم کل دایره رو به من نشون بده. نو اوتلاین یا مثلا فول اوتلاین و حالا گزینه مختلفی که وجود داره. پس اینم شد دیتیل ویو. میایم اون قسمت رو بزرگ شدهش رو میبریم اونجا، حتی اسکیل رو هم میتونیم تغییر بدیم بزرگتر بشه که یک جزئیاتی رو بهتر ببینیم و میتونیم اونجا هم باز اندازه گذاری انجام بدیم. مثلا من اسکیل 3:1 بهش میدم، ببینید بزرگتر شد. پس اینم از دیتیل ویو. اما اینا رو پاک کنیم، بریم سراغ یک جسمی که یه خورده طول بیشتری داشته باشه. مدل ویو، یه جسمی که خورده طول داشته باشه، حالا این که طول زیادی نداره ولی مثلا این اوپن رو میزنیم. ببینید الان اینجا مشخصه داره از اون بالا به ما نشون میده. ما میگیم اینو میزنیم که اینو به ما نشون بده. ببینید اینطور. حالا کارو بقیهش نداریم. این رو که بزنیم، خب یه لحظه، نه این نبود، یه لحظه گزینش حقیقتا من خودم اینهاش فراموش کردم. یه لحظه بریک ویو رو که بزنیم چه کار میکنه؟ ببینید ما میایم اول انتخاب میکنیم که روی کدوم نما میخوایم کار رو انجام بدیم. میگیم روی این نما بریک ویو، حالا یا افقی یا عمودی. ببینید که ما الان افقی لازم داریم. میایم اینو اینجا قرار میدیم، خب و اینو هم مثلا اینجا قرار میدیم. این هم حالت مختلفشه. ببینید جوری که نشون میده، نمایش میده. الان چه اتفاقی افتاد اینجا؟ بعد این هم میتونیم مثلا ببینید در واقع جابجا کنیم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یه زمانایی هست یه جسمی خیلی مثلا طول زیادی داره، مثلا از نقشه حتی ممکنه بزنه بیرون یا حالا خیلی از فضای نقشه رو اشغال کنه، در حالی که لازم نیست اونقدر باشه. مثلا میگم 200 سانتی متر از اینجا تا اینجا میاد، در حالی که مثلا همش یه استوانه است، فقط یعنی استوانه ساده است که اون وسط هر چیزی هم که اینطور برش بزنیم اتفاق خاصی نمیفته، چیزی رو از دست نمیدیم، جزئیات خاصی نداره. ما میایم این رو میزنیم و وقتی که دایمنشن گذاری کنیم، ببینید از حالا اشتباه شد، من این رو یه لحظه اسمارت ببینم کار میکنه یا نه واسم، و اینم بهتون میگم. اوکی الان چند؟ 205 درسته یا نه؟ خارج بشیم، این در واقع بریک ویو رو حذف کنیم و بریم سراغ همون در واقع ویو اصلی. اینم به این شکل. خب حالا دوباره دایمنشن میذاریم، از اینجا بود تا اینجا. ببینید همون 205. بریک ویو فقط میاد در ظاهر اون رو میشکونه، در واقع کوتاهش میکنه که توی برگه نقشه ما جا بشه. این میگم به شرطی که این وسط جزئیات خاصی نباشه که ما از دست بدیم، یعنی بریک ویو توی در واقع چیزایی که ما میبینیم تغییر ایجاد نکنه، چیزی مثلا یکسانی باشه که تغییر ایجاد نکنه داخلش. اینم از بریک ویو. چیزای مهم اینجا اینا بودن. خب حالا یه چیز دیگه هم واسه نماگیری بگم و بریم سراغ بقیه کارمون. 33 دقیقه هم رفته، امیدوارم سر 40 دقیقه نهایتا تموم بشه، امیدوارم. ببینید اینجا این گزینه رو که بزنید، خب از این قسمت دوباره انتخاب میکنید، اینجا برای شما نماهای مختلف رو نشون میده. از اینجا هم میتونید انتخاب کنید، حالا میگیرید میکشید میندازید اینجا. حالا برفرض من نمیخوام این فرانت ویو باشه، نمیخوام اون رفرنس هم باشه که ازش استفاده میکنم، میتونید مثلا تاپ رو بگیرید، تاپ رو بکشید، نوشته تاپ، ولی این دیگه در واقع میشه فرانت شما، میشه اون رفرنستون. ببینید به این شکل. این هم یه نوع دیگه نماگیری بود که خدمتتون خواستم عرض کنم. حالا دوباره میزنیمش، مثلا همون فرانت رو میاریم، نماهای مختلف هم ازش میگیریم و اینم از این. گفتم همه رو روی ترو قرار میدیم به این شکل و مثلا خطوط ندید رو هم به ما نشون بده، اینم مثلا بشه به این صورت. حالا میریم سراغ این انوتیشن که بحث اندازه گذاری ما اینجاست. میریم سراغ قسمت تقریبا میشه گفت اصلی نقشه. اسمارت دایمنشن، همون چیزی که همه جا هم دیدیدش تو محیط پارت و اسکچ دیدیدش. میزنیم دایمنشن. البته قبل از این من چیزی بگم خدمتتون، مثلا دیدید الان مال من اینطوری با خط کسری اعشار رو نشون میده. اگه بخواید توی مثلا جزئیات اینا
خطوطتون یا هر چیزی تغییر ایجاد کنید میاد توی این قسمت آپشن. حالا از اینجا میتونید برید تولز آپشن، اینجا میشه رفت داکیومنت پراپرتیز یا پراپرتایز. دایمنشن رو که بزنید ببینید این رو که بزنید استایلشه دیگه. خب اوکی رو میزنیم، الان تغییر کرد، اشاری به من نشون میده. ببینید به این شکل. دوباره حالا بریم اونجا داکیومنت پراپرتایز دایمنشن و حالا مثلا انواع جزئیاتش رو دیگه اینجا میشه تغییر داد و سایز و همه چیز رو اینجا میشه تغییر داد. خب و اینجا مثلا لاین فونت میشه تغییرش داد، لاین استایل رو میشه تغییر داد، لاین تیکنس رو که همون اندازش هست رو میشه تغییر داد و خلاصه که این قسمت رو میتونید شما تغییراتی که میخواین رو ایجاد کنین. اما میریم سراغ ادامه کار. اسمارت دایمنشن میزنید اندازه گذاری میکنه واسهتون. خب و به این شکل کلیک میکنید روی هر خطی و هر قسمتی که میخواید، اون واسه شما اندازه گذاری میکنه. خب حالا بعد میتونید این نوشته رو مثلا اون اسکچ جابجا کنید و هر جایی که میخواین بذارین تا اینجوری که بلدین. اما یه زمانایی هست، الان من شاید این همون مثالی باشه که بخوام بزنم ببینم درسته یا نه. این الان چقدر میشه؟ ببینید الان اینو هر چقدر که میزنم به من نشون نمیده با اسمارت دایمنشن فاصله این خط تا این خط رو. چرا؟ شما از این ور که بین نگاه کنید ببینید اینجا من دارم در واقع اینو انتخاب میکنم اینجا و این رو انتخاب میکنم، یه همچین فاصله بینشون هست. واسه این میام ورتیکال رو میزنم. این خورده میگم مثل محیط اسکچ مثلا پارت نیست که اونقدر راحت بشه باش کار کرد. بعد واسه این ورتیکال رو بزنین. یه زمانایی هست نیاز به هوریزونتال دارین، مثلا حالا ببینم این با اسمارت میشه یا نه. فاصله این خط تا این خط رو 156.73 ببینم با هوریزونتال چقدر در میاد. 156 ممیز ببینید 145 تا اینم بود. ببینید کاملا فاصله ها تغییر میکنه. واسه یک همچین چیزایی که مثلا ببینید بین این خط که اینجاست و این فاصله توی یک راستا نیستن. واسه خط های هوریزونتالتون سعی کنید از هوریزونتال استفاده کنید و واسه ورتیکال هم از ورتیکال. خب و ولی مثلا یه سری خطوط مثل این که مشخصه مثلا چیه توی یک نماست بزنید 200 رو نشون میده. هوریزونتال رو هم بزنید باز همون 200 رو به شما نشون میده. پس این از این. خب این تا اینجای کار. حالا یه سری چیزای دیگه هم هست که ما خیلی باهاشون کار نداریم. بحث چمفرها میرسه. اگه بخواید چمفر رو در واقع انتخاب کنید با این ابزار میشه چمفرها رو اندازه گذاری کرد که حالا اینجا ما چمفری نداریم که بهتون نشون بدم. یه لحظه ببینم یه چمفر میتونیم گیر بیاریم یا نه. اینجا که چمفر نداشتیم. چمفر عزیز دوست گرامی چمفر بخوام توی اینا نمیدونم چمفر بود یا نبود. یک لحظه یه لحظه من اوپن رو بزنم و یه دونه مثلا چی بگم اینو بیارم پارتو باز کنم چمفر بزنم که بهتون بگم چمفر چطور کار میکنه. مثلا یه چمفر اینجا میزنیم. خب 10/45 اوکی چمفر خورد. من سیوش کنم حالا بعدا درستش میکنم دوباره. میام از اینجا مثلا میارمش چمفر رو نشونتون بدم. چیکار کردم من؟ به این شکل. حالا من این رو پاک کنم خورده قاطی پاتی شده عذر میخواهم. بیا اینجا مثلا اینو وارد کنم. خب و این نما رو هم وارد کنم اوکی. چمفر رو میزنم. ببینید به این شکل خود اون چمفر رو انتخاب میکنیم، اون لاین چمفر رو و اون خطی که در واقع باهاش چمفر رو ساخته و اینجا کلیک میکنیم و برای ما اون اندازه چمفر رو به ما میده. حالا من کنترل زد بزنم برگرده اگه شد سر همون نماهایی که داشتیم. اوکی همینجا
ببینید حالا بچه‌ها اگه بخوایم مثلا توی این اندازه‌گذاری تغییر ایجاد کنیم کلیک می‌کنیم روش، اینجا واسه ما ببینید یک در واقع پنجره‌ای باز میشه. بذارید من این دایره رو مثلا قطرش رو بدم اینقدر. خب اوکی رو میزنم، کلیک می‌کنیم روش. اولا که میشه اینجا هر چیزی که دلمون خواست نوشت. ببینید هر چیزی که دلمون بخواد میتونیم اینجا یا حتی قبلش یا حتی وسطش بنویسیم. خب پس این از بحث این نوشتنه. من پاک کنم، اسکیپ رو بزنم، اینم دیلیت کنم، دوباره بذارم. حالا دوباره اشتباه شد، اسکیپ، دوباره چیکار میکنم من؟ اوکی رو میزنم. خب حالا کلیک میکنیم دوباره. پس گفتم اینجا میشه تغییر داد و علائم مختلف رو هم میشه اینجا در واقع حالا اگه نیاز بود قرار داد که من حالا پاک میکنم، همه رو پاک بشود. اوکی، همون قطرمون بمونه. میایم اینجا این لیدرز رو میزنیم. خب این واسه ما چه کار میکنه؟ ببینید حالتهای مختلف داره. اینا رو اگه نگاه کنید ببینید اینجا الان این فلش ها میان این داخل قرار میگیرن، اینجا به این شکل و اینجا هم به یه لحظه این شکل. اینجا تفاوت ایجاد نکرد، ولی خب دوباره لیدرز رو میزنم. مثلا میگم آقا شعاع رو به من نشون بده. اینجا قطره، اینجا شعاعه. بعد همون حالت واسه شعاع هم وجود داره، ببینید به این شکل. بعد دوباره میگم آقا مثلا اینطور به من نشون بده، دو تا فلش رو واسه من نشون بده، ببینید به این شکل. و حالا حالتهای مختلفی که اینجا وجود داره، هر کدوم که میخوایم میتونید استفاده کنید. من دوباره حالا کلیک میکنم روش، لیدرز. این خط شکسته رو اگه بزنین ببینید چه اتفاقی میفته. بعد میایم اینجا بریک لاینز که نه، اینجا کاستوم تکست پوزیشن. ببینید اگه روی این باشه که به این حالت، روی این باشه ببینید این شکلی میشه. خب اینو هم که بزنیم اینطوری میفته، این انتهاش ببینید اینجا میفته، این میفته روی خط، این انتهای خط و این هم به این شکل برای شما یه خط شکسته ایجاد میکنه. پس این حالت‌های مختلف در واقع دایمنشنامون هستش. این تا اینجای کار. از اینجا من نیاز چی رو به شما بگم؟ نیازه که 1 2 که حالا اینو فعلا باشون کار نداریم، تو جلسه بعدیه این ستا رو هم بگم، میریم این جلسه تموم بشه بریم سراغ جلسه بعدی آینده بقیه‌اش بهتون خدمتتون عرض میکنم. ببینید اینجا مثلا واسه بحث سرفیس ها هستش، یه سری جزئیات رو حالا اینجا واسه ما کاربردی نداره ولی مثلا وارد میکنیم اینجا جزئیات میشه نوشت. ببین مثلا اینجا 1 مینویسم، اینجا 2 3، حالا اینجا واسه کسی استفاده داره واسش. خب و 7. ببینید اینجا هر جا که بخوایم بذاریم به این شکل واسه ما نشون داده میشه. این بحث اینه که الان میگم واسه ما استفاده ای نداره. اینا واسه بحث جوش ها هستش که اینجا هم میشه اون اطلاعاتی که لازمه رو نوشت و واردش کرد که ما از این استفاده ای نمی کنیم. فقط خواستم خدمتتون عرض کنم. حالا بحث این گزینه که واسه حفره ها هستش، این رو میزنیم، میایم این حفره رو انتخاب میکنیم. خب ببینید با ما یه قطر 20 و تا انتها هم باید بره. این گزینه اینه تا انتها بره. حالا مثلا یه موقعی هست جزئیات رزوه رو میده، یه موقعی نمیده. یه سری جزئیات که خودتون میخواید وارد کنید هم میشه وارد کرد در واقع و اینم معمولا کم رنگتر از بقیه خطوط. کلیک میکنیم روش و رنگش رو تغییر میدیم. ببینید به این شکل. حالا فرض کنید ما جزئیات رزوه رو میخوایم وارد کنیم. چه کار میکنیم؟ کلیک میکنیم روش، میایم این ابتدا اول میگیم که اول از همه آقا شما 2 تا دایره با قطر 20 داریم که تا انتها هم میرن. بعد میایم ببینید این قسمت رو ببینید، من اومدم دارم جابجا میشم با کیبورد، با فلش های کیبورد. میام این آخرش فاصله میدم، این رو میزنم و میگم آقا مثلا مثلا M74 در 3 جزئیات رزوم رو هم وارد میکنم. حالا مثلا میتونید بنویسید مثلا متریک همش وارد کنید، ایجاد کنید واسش. هر چیزی که بخواید رو اینجا مثلا من میگم 2 تا حفره اینجا هست، قطرشون 20 تا انتها میرن. رزومشون هم اینه که البته قطعا این رزوم نمیتونه باشه، به عنوان مثال عرض کردم خدمتتون. پس این گزینه در واقع واسه حفره هاست.
و ببینید مثلا اینجا نمیشه اینو ایجاد کرده، باید اون نمایی که در واقع درسته این رو وارد کرد. همه ابزارها همینن، هوریزونتال، ورتیکال. این گزینه که مال در واقع هول ها هستش، حفره ها هستش. ببینید اینجا اونجا نمیشه، فقط این نمای بالا که الان حفره داره به ما نشون میده این انجام میشه. پس اینم از این سه تا گزینه. خب و اینم بحث مثلا سنتر مارک که گفته، میگم حالا خیلی اینجا مهم نیست. و اینو مثلا ما پاک کنیم، اینم مثلا پاک کنیم، سنتر لاین رو بزنم. ببین بچه‌ها سنتر لاین یعنی چی؟ الان اینجا مثلا سنتر لاین رو واسه من ایجاد نمیکنه. یه مدل دیگه بیارم، من یه شیت اضافه کنم، اد شیت. توی این شیتمون یک مدل دیگه بیاریم، دنبال یک مدل خوب بگردم. من این رو احتمالاً باید به من سنتر لاینش رو بده. سنتر لاین، ببینید اینجا به من سنتر لاین رو داد. این سنتر لاین نشونگر چیه؟ این هم باز توی مباحث نقشه کشیه. سنتر لاین، شما مثلا یه زمانی هست یک نمایی رو از روبرو دارین میبینین، استوانه وقتی از روبرو میبینیش مستطیل دیده میشه دیگه. خب اینو که بزنین به شما میگه آقا این مستطیلی که شما دارین میبینین دورانی، یعنی در نهایت دایره شکل میشه. خب این سنتر لاینش حوله این میچرخه و یک مثلا دایره ایجاد میکنه، یک استوانه ایجاد میکنه. این سنتر لاین واسه اینه. مثلا سنتر مارک رو هم که بزنیم، حالا اینجا مثلا اینجا باز کاربرد نداره این بحث. مثلا تو شیت 1 که بریم سنتر مارک و ببینم ایجاد میکنه یا نه. حالا این خیلی مهم نیست این قضیه، ولی خب قاعدتا باید ایجاد میکرد. و در نهایت هم میگم چیزایی که مهمن همینا بودن اینجا. این دوتا میمونه واسه جلسه بعدی. نوت هم که بهتون گفتم اینجا هم مثلا میگم مثلا لازمه توی نقشتون یکی نوشته ایجاد کنید، مثلا همون نوتی که بهتون گفتم اینم همونه دقیقاً، یه تغییر نمیدم. مثلا من میگم آل فیلتس مثلا R5. خب اینو اینجا در واقع حالا اشتباه شد ایجاد نشد واسه من، دوباره مینویسمش فیلتس R5. صفحه کلیک کنم هم ایجاد میشه، اسکیپ رو میزنم بعدش. ببینید هر نوشته که بخوام توی نقشه میشه ایجاد کرد. پس اینم از این قضیه. و دایمنشن رو هم که خدمتتون عرض کردم، این گزینه‌ها رو هم گفتم، اینا رو هم گفتم. و این دوتا میمونه واسه جلسه بعدی. تایم ویدیو هم خورده زیاد شد، 50 دقیقه و همین دیگه. اینجا هم که البته میتونید در واقع واحدش رو تغییر بدین. اینجا ببینید مثلا شد 20 سانتی متر به جای 200 میلی متر. اینم از این از جلسه اول در واقع محیط دراوینگ. امیدوارم که تونسته باشم مطالب رو بهتون خوب انتقال بدم و براتون مفید واقع شده باشه. میریم تا جلسه بعدی که ادامهش رو ببینیم و در واقع در جلسه آینده ابزارهای باقی مونده رو خدمتتون عرض میکنم. و حالا اگه شد توی همون جلسه یک مثلا نقشه رو کامل با هم دایمنشن گذاری میکنیم، اگه هم نشد توی 2 جلسه این کار رو انجام میدیم در واقع. یعنی ما یک جلسه یا 2 جلسه دیگه واسه محیط دراوینگ داریم که بعد از اون دورمون تموم میشه. تا جلسه بعدی خدا یار و نگهدارتون.